با قطره اویل مک قبل از اینکه کرم پودر بزنیم روی صورت مشتریمون میریزیم. یکی از بهترین قلم هایی که برای فید کرم پودر و پخش کرم پودر هست قلم 191 مکه. کاملا از گونه شروع میکنیم و به سمت عقب پوست رو کرم پودر میزنیم. بچه‌ها یکی از مهمترین چیزایی که برای کرم پودر هست اینه که همیشه این ناحیه رو کمترین حجم کرم پودرتون رو بزنین و به سمت عقب بکشین، به خاطر اینکه وقتی که زیاد صحبت میشه میخندن این حجم کرم پودر کم باشه و خط نیفته. پس همیشه حرکت دستتون به سمت عقب باشه.